سلام عزیزان و دوستان عزیز، امیدوار هستم که دارای صحت و عافیت باشین. ما اجرین گل میدانوال، کامرامین تلویزیون ملی، سلام و احترامات قلبی خویش را حضور تک تک شما دوستان تقدیم میکنم. امیدوار هستم که دارای صحت و عافیت کامل بوده باشین و برنامه کنونی ما را تا آخر دنبال بکنید. دوستان عزیز، امروز تاریخ 20 جدی سال 1393 خواستیم که یک تصویر یادگاری ثبت کنیم در شعبه در پایان همکارای ما، به خاطر از اینکه زیاد وقت شده که تلویزیون ملی کار میکنیم. یک تعداد بچه‌ای که از اینجا همراه ما کار بودن رفتن نیستن، یادشان بخیر، هر جای باشن، سرپند باشن، دور باشن. خواستیم که می همکارایی که در دوره ما همراه ما هستن یک یادگار پیش مانده باشه. ما یک کاستکی تصویری ثبت میکنیم، میگه روزی خواد پیری میرسه، یک روز خواد از همکارای خود کردیم، یک روز خواد شیشتیم تصویر خود خواد دیدیم. خواستیم این تصویر رو ثبت کنیم که کامرامین عزیز ما فضان صاحب هست تصویر برداری میکنه و فرزاده صاحب یکی از ویترمینای بسیار لایق ما که فعلا در سیستم کار میکنن، سیستمین وظیفه ما هستن و همچنان مدیر صاحب خیری صاحب مسئول کامرامینای ما هست که خود ما در جمع شعبه عزیز هستیم، مدیر مسئول ما هست. امروز این تصویر رو میخوایم ثبت کنیم. آجی صاحب رحمت الله خیری که افتخار باید شریف هم حاصل کرده، به خیر خداوند نیک مبارک کنه یک دفعه دیگه برش. خدا کلگی رو برسونه. آمین. البته به این من معذرت میخوام که من نباید انانس میدادم چون مداخله کرده، برای اینکه آجی صاحب میدانوال لطف کرده کامرا را آورده امروز دیگه. ما به دلیل از اینکه یک خاطره بانه این تصویر دفتر و خیرزاده صاحب و میدانوال صاحب شما میبینین. میدانوال صاحب باز یک خوبی دیگه داره صاحب که در روزهای نوکری هم اینترنت فعال داره، از این موضوعات کل همکارا و دوستا را در جریان میمانه، چی سیاسی، چی اجتماعی، چی فرنگی، چی کلتوری باشه، وقتا فوقتا این لطف میکنه و در جریان میمانه همکارا را. مثل که می فایده اجتماعی او خبری که مثلا تا در اخبار در نیوز و تلویزیون نشر میشه، در امکانات بسیار زیاد است که مردم از کامرای موبایل و کامرای سر استفاده میکنن. یک حادثه‌ای که میدانن در فیسبوک میپرته، مثلا یک خبر تازه میگوش، از اون خاطر ما همیشه میخوایم که اینترنت در شبه فعال باشه، همکارای ما از تحولات یا چیزای واقعاتی که رخ میده تازه بخبر شدن که در کشور ما چی چیزا چی جریان داره، چی تحولات میاد. از اون خاطر ما همیشه مسئول به اینترنت میباشیم، اینجا یک مسئولیت هست داره. نظر نگپا آقای میدانوال یک آدم سیاسی است. خب بسیار عالی، چه خوبه. یک آدم سیاسی است، همیشه آنلاین است با تمام. در شورا اول وطن پرست میگفتین، با سیاسی سب که تجارت نشه وطن پرست است دیگه. کسی که وطن پرست است و حتما سیاسی است. دقیقاً. سیاسی میاندیشه و همیشه با رسانه‌های اجتماعی آنلاین است و همیشه از حادثات سیاسی که در افغانستان رخ میده خدا و همکارا را چه خوبه. مقبول شده میسانه ایوبی صاحب محترم هم از جمله سابقه کارای تلویزیون ملی است. بسیار زیاد خوش آمدین صاحب، جایتان خالی بود با واقعیت. مهربانی صاحب. انا میگم صاحب بخیر با واقعیت که جای خالی بودم. دلا پاک است. نه پوری رحم گل صاحب میدانوال. بفرمایید. انا احسان جان ایوبی فعلا سمت مدیریت کامرا، مدیریت کامپیوتر و سیجی را به دوش داره و فعلا هم از با اصطلاح عام تلویزیون مدیریت سرور و فعلا از بالا تشریف ها در من جریان کار دستگاه خودم ششته. دقیقاً وقت نان است آمادگی خداوند متوفق کنه میر عبدالرحیم آقا را که وام از جمله دوستای بسیار خوب ماست که همیشه وقت خصوصا در وقت چاشت همه آمادگی و ترتیب و تنظیم نان اکثرا همون جناب میگیره دیگه. امروز جایش خالی است دیگه، دوستا هم اینجا هستن. امیدوار هستم کسایی که تصویر میبینه ما را به بزرگواری خطاب فکر کنه. یک گپا قسم مذاق در بینش بوده، کدام مقصد دیگه نبوده، صرف یک بیننده عزیز شما منتظر هستین که این فرزان صاحب کی است. تصویرها رو میگیرم، من اینا کاملا از پیشان میگیرم و تصویر خودشان هم براتون میگیرم که شما فرزان
د شهید توکي مدرسې طرف ملي سیمه ییزه او نړیواله ننګونه ده چې د بې ثباتۍ ناامنۍ رپېدلې او خطرناکو ناروغیو لامل ګرځي چې بالاخره میلیونونه وګړي د تدریجي غورځوي. د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او کنټرول د قانون د منظمې مادې د لومړي بند پر بنسټ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ګروپ په ځانګړي ډول د مسکراتو او نشه یي توکو د اړونده جرمونو پر کشف او د تورنو کسانو پر بسم الله الرحمن الرحیم. با خدا میتونه کمی پروفیشنال مخلوق پیدا کنید که یک کسی در انزای داره که قدرش Какие? Сесу? За это как такое? Надо дир тут. Дир тут. За приезд средний. Камера нормальный کې د کسبو او عملیاتو په لاره اچول د نشه یي توکو د لیږد د بستو کنټرول او تعقیب او د شکمنو د لیږد او ترسره کولو لپاره د ځانګړي هوایي ځواک رامنځته کول. کیش تولید و قاچاق مواد مخدر در سرتاسر افغانستان در سال آینده Stand by. Signal دواسن آن سلام علیکی کمره یک. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې مهال خبری سرویس هرکلی امروز پنجشنبه 25 جدی سال 1393 هجری شمسی 24 ربیع الاول سال 1436 هجری قمری و برابر می شود با 15 جنوری سال 2015 میلادی. د افغانستان د پراختیا بدیل ژوندانه د ترانسپورت د اساسی دختر در این دیدار که در ارگ انجام شد هر دو جانب در مورد روابط میان دو کشور و برقراری صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، سفر افغانستان و پاکستان، اعلام کابینه جدید را با رئیس جمهور و مردم افغانستان تبریک گفت. در مقابل رئیس جمهور کشور در مورد کابینه جدید گفت که نامزدوزارای کابینه جدید به زودی جهت اخذ رأی اعتماد با ولسی جرگه معرفی میشه. چالش بزرگی برای افغانستان بلکه برای منطقه و جهان نیز می باشد. باید افزود که حکومت اخیر جان کری را با پاکستان مثبت حکومت وحدتی خداوند موفقیت‌های مزیدشان در امر خدمتگزاری با مردم افغانستان استدعا گردیده است. همچنان به اساس حکم شماره 100 ماه جدی رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان مولوی بیک نظر بلخی رئیس مشاور امور مذهبی ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در بست موافق تقرار حاصل نموده است. در حکم
از بارگاه خداوند متعال موافقت‌های مزیدشان در امر خدمتگزاری با مردم افغانستان استدعا گردیده است. یک ایده تام کار داره در زوم روشن ایده تام کار داره آجی رحمگل میدانوال است که فعلا کمره را اجستمنت میکنه. پالیش قدیر جان است، شریف جان خیرزاده و امیدالله جان بسمل، فاروق جان ایدری او دو گوشگه کس وسیق جان نشر اطلاعات است. آجی اکبر در ساوند است. آجی سب خلیل ما دو گوشه بتیار سی جی کار میکنه. دوستا عزیز امیدوار هستیم که خاطره بانه بر همیشه. هر کسی که میخواد از این کاپی کنه پیش خود یادگار نگاه کنه میلی 200 تک میتونه ترانسفرش کنه یا کاپی پیش خود بگیره. میشه که یادگار پیشان بانه دوستا باشیم نباشیم یک وقت پیش سفید میشیم تو پشتی میز چندین نفران. حالا هم خوشایت که سفید باشه ریشت خود نه شده خدا تا مال 25 سال یک کار میکنه انشالله 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 انشالله. اگر رفتیم بخیر اخبار شما نشد میکرد کسای جوانای دیگه خواهد آمدن اینجا در جای ما خوشیشتن و شاید حتی در این دروازه ما رو نخواد بانن که نه خدا را خواسته باشه. خدا کنه یادگار بانه و یگان وقتی در خانه شدیم دیگه تماشا کنیم و از دوستای خود یاد کنیم. تشکر آقای صاحب که زحمت کشید امروز کمره را آورده بدی. یعنی تصویر دوستا را هم گرفته شد. من خاطر از یه آوردم در طول تاریخ تلویزیون که همکاران مجتهد شده سنبه یکم تصویر نگرفته باشه. دکتر سرزمیر قریشی هستند که نطاق نمان تاریخ امروز 25 جدی 1393 است که مصادف میشه به 2015 سال 1/15. تشکر. خواستیم یادگاری از این همکارا ثبت کنیم. میشه میگه یک وقت تفاوت کنیم کسی از اینجا ما رو منفک کنه یک یادگار باشه و یک وقت دوستا را یک جای بشینیم یاد کنیم که میشه ما رزفیت جنرال صحیدان کفتار قماندان علوای سیان و قول اردوی دوستک سیلاب، ضیاءالرحمن فایز سیدخیلی آمر امنیت قماندانی امنیت ولایت پروان، حسمت الله محمدی عضو شورای ولایتی این ولایت سر قماندان اعلی میشود. نورستان سر قماندان اعلی میشود. سر قماندان تکنیکی صلاحیت پرسنل تکنیکی باش که خوشکدگی خود فاروق جان ایدری براتان در تصویر بیارم. قدیر جان شیرپیره بالیش کی است؟ حالا گپ نمیزنه که در نشت است کدام خرابی نشه. میچوشه مردم بخصوص همون نلغه کسای نلغه خود نگاه کنه. دوستان عزیز اگر در بین کست کدام حرف شوخی گونه بوده با بزرگواری کل تا نفع کنین. این تصویره بوده که بین دوستا و رفیقامتون ثبت شده، کدام مقصد دیگه در مابینش نیست. میشه یک روز میشینیم بادخواهی کنیم یاد از خاطرات
در محفل پشتیبانی از واگذاری امنیت کشور به نیروهای داخلی و آغاز دفاع مستقلانه این نیروها که در مرکز کلمات سخنرانان پلیس ملی راه اندازی گردید، محمد ابراهیم خیراندیش رئیس شورای ولایت بلخ عبدالفیاض میره بر توانایی نیروهای امنیتی کشور سره یو ځای ونیول شو. همدارنګه د ملي امنیت لوی ریاست زړورو او ویښو منصبینو د کشفي اطلاعاتو له مخې لاس پیره د BM1 توغندي مرمۍ چې د ترهګرو لخوا په کابل ښار باندې د توغولو په موخه د وینو د یو بل جلا ځانګړي اقدام په ترڅ کې د زیږویو 20 بکسې مرمۍ چې د ترهګرو لخوا د کابل ولایت د دیساب ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې په یو پټ ځای کې د ترهګریزو کړنو په مخه ځای پر ځای شوي وي، کشف او ترلاسه کړي. د یاد موټر او مهماتو په کشفولو سره په کابل ښار کې د یو لړ ترهګریزو خونړیو پیښو مخنیوی شو. یک قماندان طالبان از افراد ملکی و نظامی را با شهادت رسانیده است توسط استخبارات پلیس ملی قندوز دستگیر شده و به جرم خویش اعتراف کرده است. Ricardo. Sí. Surso. Ricardo. قماندان مطلوبه ټاکل شوی. د کورنیو چارو وزارت نوي ټاکل شوي امنیت قماندان ته په هلمند ولایت کې د لاک او خوندي امنیت ټینګښت په موخه د لوی خدای جلاله شانه له درباره د لا زیاتو بریاوو هیله کوي. د ملي ټلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال خبرونه څو شېبې وروسته به زما همکار بهرني خبرونه وړاندې کړي. له ملکیانو مننه. شپه پس از آن که یک روزنامه ترکی طرفدار سیکولار در استانبول بخشی از کارتون‌های مجله طنزی شالی ابروی فرانسوی را به نشر رساند، اعتراضات مسلمانان در ترکیه را برد. از سوی هم بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از جامعه بین‌المللی خواست تا نظریات ضد اسرائیلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را محکوم کند. در همین حال شماری از مردم در شهر لاهور پاکستان دست به اعتراضات زدند تا تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل در مورد این رویداد شده است. وزیر خارجه روسیه همچنان بیان داشت که کشورش در مورد خشونت‌های اخیر در اوکراین نگران است و ابراز امیدواری کرد که صلح برقرار شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که میان اسلام و دموکراسی هیچ نوع تعارض وجود ندارد. رئیس جمهور فرانسه در سخنان در موسسه جهان عرب در پاریس بر حمایت نظام سیاسی فرانسه از آزادی تمام مذاهب و ادیان تاکید کرد و گفت که فرانسه دارای یک نظام خوب است که به حفاظت از آزادی عقیده و بیان و حقوق کرده است.